برگردید به موازین امام، برگردید به موازین امام. اینقدر انحراف از موازین امام از شما بعیده. احمدی نژاد دولت را در سال 84 با نرخ بالای بیکاری تحویل گرفت و در طی 4 سال با کار و تلاش مستمر این نرخ را به شدت کاهش داد. همانطور که در نمودار می‌بینید دولت نهم نرخ بیکاری را در 4 سال فعالیت مستمر از 11.9% در بهار 84 تا 9.5% در پاییز 87 کاهش داد. اما در ایام انتخابات و در طی برنامه‌های تلویزیونی رقیبان ایشان سعی کردند این موفقیت بزرگ دولت نهم را انکار کنند و با تهمت‌ها و دروغ‌های فراوان دولت را متهم به آمارسازی نمودند. اولین ادعای رقیبان دکتر احمدی نژاد این است که در دولت نهم تعریف اشتغال تغییر پیدا کرده است. معیار بیکاری رو عوض کردن. گفتن هفته 2 ساعت یعنی شغل، قبلا هفته 2 روز بوده. لذا بیکاری به طور واقعی در کشور ما الان 20%. در جواب باید گفت که برخلاف این ادعا در دولت آقای خاتمی تعریف اشتغال عوض شده است. سندی را که مشاهده می‌کنید صورت جلسه تصویب تغییر معیار اشتغال در دولت اصلاحات است. مورخ 6/8/83. اگر بخواهیم دقیق‌تر این موضوع را بررسی کنیم می‌توانیم سری به سایت سازمان بین‌المللی کار ILO بزنیم. در این قسمت مشاهده می‌کنیم بر مبنای تعریف جدید هر کس 2 ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که دولت اصلاحات در بهار و تابستان 84 نرخ بیکاری را با تعریف جدید محاسبه نمود. نکته دوم این است که حتی اگر نرخ بیکاری را با تعریف قبلی محاسبه کنیم می‌بینیم که تفاوت چندانی با نرخ اعلام شده ندارد. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز حاکی از آن است که حتی در صورت اعمال تعریف قبلی نرخ بیکاری تغییری بیش از 0.6% در آن نخواهیم داشت. لازم به ذکر است رئیس مرکز آمار ایران نیز 4 ماه قبل از انتخابات در طی مصاحبه‌ای با روزنامه ایران اظهار داشت که با معیار قرار دادن تعریف قبلی چیزی نزدیک به 0.4% تغییر در نرخ بیکاری و آن هم تنها در بهار و تابستان 84 خواهیم داشت. کاهش نرخ بیکاری اینطور نیست که یک باره با تغییر این آمار ما مواجه با کاهش نرخ بیکاری شده باشیم، بلکه طی 4 سال گذشته هر سال یه مقدار از نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده. اگر اشکالی رو که مطرح میکنن اشکال درستی می بود ما به یک باره باید مواجه بشیم با تغییر آمار، نه به تدریج. خب چرا به مردم دروغ میگی؟ چرا به مردم اطلاعات غلط میگی؟ نکته دیگه‌ای که قابل توجه میدونم اینه که نرخ رشد جمعیت ما در دهه 60 بالا بود. به عبارت دیگه نیروی کار بیشتری و با نرخ بالاتری در شرایط سالهای اخیر به بازار کار وارد شده و تقاضای کار کرده. من احساس میکنم که در محاسبه نرخ بیکاری از این رشد بیشتر جمعیت در سالهای اخیر داره غفلت میشه. اگر فرض رو بر این بگیریم که نرخ بیکاری در کشور ما مطابق با 1383 باشه و تغییری هم نکرده باشه، باز هم باید گفت این نرخ رشد بیشتر جمعیت رو که دولت تونسته براشون کار ایجاد بکنه و اونها رو شاغل بکنه یک موفقیت بزرگه. علاوه بر این که این رشد بیشتر جمعیت و جمعیت متقاضی کار رو دولت تونسته پاسخ بده، از خالص نرخ رشد هم تونسته کاهش بده و این برای ما محسوس و ملموسه. البته احساس کردم بعضی از افراد دارن عوام فریبانه اینجا مسئله رو مطرح میکنن. خود مردم ایران قضاوت کنه. مردم شما در هر خانواده‌تون چند تا آدم بیکار دارید؟ مسلماً همه مردم احساس میکنن که بچه‌های بیکار خونه‌شون وجود داره. آیا صرف این که مردم این رو درک میکنن به معنی اینه که نرخ بیکاری کارش پیدا نکرده؟ آیا مثلا دولت مدعی بوده که نرخ بیکاری رو به 0 رسونده که حالا اینها میان ادعا میکنن شما خانواده‌ها خودتون میدانید که بیکاری دارید؟ همینقدر که توانسته باشن از بیکاری 2 تا 3% کاهش بدن خودش یک موفقیت بزرگه، ولی گرچه به معنای به نقطه 0 رساندن مسئله بیکاری نیست.
ایشون مملکت رو کشیده به یه جایی که پر از دروغه، پر از نفاق. مردم همه صحبت‌های کنار هم بگذاریم. این گرافایی که بنده نشون دادم یادتون باشه، این منحنی‌ها رو بالا و پایین میکنن برای اینکه شما رو گول بزنن. نقش خط مار میکشن، نقشه مار میکشن و سعی میکنن که شما به اصطلاح به بیراهه برسید. برگردید به مواضع امام، برگردید به مواضع امام. اینقدر انحراف از مواضع امام از شما بعیده.